این میز و کرسی‌های نو برای آشخانه اتحادیه نابینان شهر خوجند تقدیم گردید. آن بخشیده به روز بین‌المللی معیوبان از جانب رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده و باشندگان این مرکز تحفه گردید. زیرا چند پیش باشندگان مرکز برای مساعدت نمودن به تجهیزاندن آشخانه مرکز با میز و کرسی نو مراجعت نموده بودند. این درخواست باشندگان قانع گردید. پس از گذشت چند روز برای 40 نفر میز و کرسی‌های نو زمانوی آورده شد. ما از نام جمعیت سنه ماه ایون به محترم رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت با درخواست مراجعت نموده بودیم که عاید خریداری نمودن میز کرسی‌ها برای مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نابینان تاجیکستان که به آن نیاز داریم، چون که میز کرسی‌هایی که در این کارگاه هست سالهای 70 قرن گذشته بوده، بسیار فرسوده شده بود. با همین مکتوب به محترم رجبای احمدزاده مراجعت کرده بودیم. البته این درخواستی ما بخشیده به روز 8 ایول بسیار جامع عمل پوشید از طرف رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده و حفظ اجتماعی اهالی ولایت. این درخواست ما را دستگیری نموده به امروز به مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نابینان تاجیکستان 10 کامپلیت، یعنی برای 40 نفر جای نشست از طرف رئیس ولایت تحفه استول برای آشخانه ما تحفه گردید. ما از نام جمعیت، از نام مرکز اجتماعی توانبخشی اتحادیه ملی نابینان تاجیکستان عرض منتدار خویش را به رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت به جناب عالی که در هر یک برآمدشان درباره دستگیری معیوبان قید میکنند. این چیز نشانی آن است که من در ولایت بخش به روز معیوبان ما را دستگیری نموده به این مرکز تحفه نموده. ما عرض منتدار خود را بیان میکنیم و اینچنین به حفظ اجتماعی اهالی ولایت سوخت محترم اسام‌الدین زاده نیز عرض منتدار خود را بیان میکنیم. در گذشته میز و کرسی‌های آشخانه با طلبات جوابگو نبود، زیرا آنها بیش از 50 سال خدمت نموده فرسوده و شکسته بودند. ما از همین جهت این مسئله را به اینوبت گرفته برای باشندگان نوهای نوی میز و کرسی خریداری گردید. طور اطلاع داده شد همارزه کارمندان مرکز برای خوراک نصف روزی به این آشخانه حاضر میشوند و خوراک نصف روزی میخورند. حالا که شرایط خوب و سازگار برایشان فراهم آمد، باشندگان مرکز از این اقدام نجیب رئیس ولایت اظهار خوشنودی نموده سپاسمندی خود را میرسانند. 43 سال اضافه است همینجوری کار فعالیت میبرم. من استادای آشخانه ما فرسوده شدگی بود. شون خیزی هم تقدیرانم قهین‌تر بود. من امروز با دستگیری رئیس ولایت ما استادای نو آوردم. ما از نام خودم، از نام همین هم تقدیرانم منتداری خودم را اظهار میکنم. توجه دولت و حکومت برای فراهم آوردن شرایط خوب و مساعد کاری به چنین نفران پیوسته ظاهر کرده می شود. این هم یکی از غمخوری های حکومت مملکت نسبت به آنهایی که امکانات محدود دارند. اکنون که در این آشخانه همه شرایط فراهم آورده شد، باشندگان مرکز برای انجام دادن فعالیت مهنتی باز هم جهد و تلاش خواهند کرد.